مردی که زنش رو با زنا با مرد بیگانه قپه چی کار کند؟ یک مصلحت میدوده. الله اکبر. برای اون که زنا ثابت شود، که زنا یک عملی منحوسی هسته که برای ثابت شدنش حداقل 4 شاهد در کار است. چیزی که با اوی قرآن ثابت است. 4 شاهد در کار ببینن امو کار امو واقعه را در بالای کار بقپنش که میل در مکحله باشه. مقصد همون کار در غلاف بقپن. اگر به شرطی که همون را در همه حالت نقپن، حتی 4 نفر چی که 40 نفر هم باشن حکم زنا ثابت نمیشه. اگر به شرطی که همون در غلاف هم که بقپن 4 نفر نباشن، 3 نفر باشن، حکم ثابت نمیشه. و اگر با همین رو اشکار کنن میبرن حد قصد رو بزنن. اگر با دعوا کنن هم آدم چی برای این بسیار مسئله نازکه زینا قپیدنش بسیار مشکله، نازکه. اگر امروز زمان شده است که امکان داره که همون را توسط نوارها و تلفن و کامیراها ثبت کنیم. اصلا بگیریم آدم عاقل در همین حالت ها اگر ما بود همین کار دید، بهتر اون است که شکرانه خدا را کنه که همین کار حرام آشکار کرد، پرده را عیبش برداشت و به خاطر یک فاحشه شده جونش در از اون نمونه. از اون فاحشه به خاطر یک فاحشه بدبخت شده، مقصد که خچه در بلاها گرفتار نکنه. اگر یکون گپ شد با میبرن حبسش میکنن، عذاب زیاد میکشه. به خاطر فرزنداش برای همون اویله و اهل خاندانش همون مقصد که جدا شود گو مشکنه و خدا را شکر کنه که همین پنهانی نشی. خدا را شکر کنه که خدا را غیرتش داشت، دیوسی را بگردن نگرفت. همین ای همه بهترش روزی همیه. اگر دیگهش پرسیده است که مرا مثلا بعضی اینا دعوا میکنن دخترها هم یا طعن هم میزنن که مثلا شما مردک نیستید. خب ما از خدا میترسیم. ماشاءالله. حقیقتا مردی ای است که شخص نفس شبه خفه، شهوت شبه خفه. با شیر مردی از سگ ابلیس سید کرد، ای بهنر بمیر که از گوره کمتر. مردی گمان مبر که به پنجست زور و پیت، با نفس اگر برای دانم که شاطری. شیر مرد کسی را میگن که نفس قپیده میتونه. شیر مرد کسی را میگن که همون شهوت خیش راه گرفته میتونه. این زنا و این کار حرام همه میکنه. ای آدم با خر همین از زیادتر میکنه. اکم خر به جوان مرد میشود. بینبی؟ علما گفتند در شهوت همه نوع فروترند زی خر. حقیقتا همون محققان میگن که در همین شهوت یکان چیز به خر برابر نمیشود. فقط خری نرا دیده نه خدو میدوا و گرخته است هم مودیانش هم را میپره. علما گفتند در شهوت همه نوع فروترند زی خر، پس چرا مرد شهوت راند که در آن هست او زی خر کمتر. این جوان مردی نیست، این خریگری ای زینا. یا روی عقل فراست نیست. مردی او است که نفس اختباس بداری. و این زنا گناه کبیره ای. حتی خدای تعالی نگفت که زنا نکنه، گفت ولا تقربوا زنا. با زنا نزدیک نشوه که این کار فاحشه و بسیار بد راهی است. یعنی که با زناکار دوستی نکنه، هم نشینی نکنه، از دواعی زنا دور باشه. اما بوس و کنار و گپی شهوانی پرتفتن، مقصد انما اشاره و چشمک زدن از همیا خدای تعالی میگه خودتون کنار بگیره. زنا اوس بیسته. اوی جوان مردی نیست از برای خدا که مقصد که شخص زنا کنه و با کتگی کنه که ما مردیم. این مردی نیست، این کمال نامردی است. روایت میکنند ولی همین قصه فقهای بزرگ مدینه منوره را برای تو کردم که همین یک نفرش سلیمان ابن یسار رحمه الله نام داره، به نهایت صاحب جمال بوده است. قامت بلندی، سفید پوستی، همه خیلی صاحب جمال بوده است که این را زیبای عرب میگفتن حتی در عصر زمانش. میگه همراه دوستش محمد ابن واسع رحمه الله قصدی زیارت خانه خدا میکنند. در راه میآیند همین 2 نفر تنها بودند. هر کجایی که شب میشود خیمه دوستان خیمه را میزدیدند، تردد میدیدند، یکو خوراکک میپختیدند، میخوردیدند، خود میکردیدند. با روز دیگه سفرشون دوام میدادیدند.
قدرت خدای تعالی یک جو خیمه را میزنن در همون نزدیکی یک قبیله عرب زندگی میکرده است. محمد ابن یسار میگه که سلیمان ابن یسار اگه قصد خرابپزی داره در خونه محمد ابن واسق حزم جمع کنی رفته است. همین وقت میگه زنی همون سرور قبیله مردم نبودیان همون زنکو بودیان زنی سرور قبیله میویا قچه پیشنهاد میکنه. همین قد صاحب جمالی بوده است که عاشق شده بوده است و همین دیده میگه قچه پیشنهاد میکنه. این حضرت میشینه چنان و علم گریه میکنه که زنک نگه دوره کرد. همین نگه دوره 5 دقیقه و 10 دقیقه و 20 دقیقه میگذاره نه که این گریه را بود کنه. بعد اشاره میکنه که این قد سالم نبوده است. گفتی گپایی نمی فوسیقه و فحشا و مردک نبوده است میبرویا میروه. محمد ابن واسع رحمه الله میدرویا که حضرت رولی رم کریستی است. با میویا پرسکوبش میکنه که علت گریه چی است برای چی گریستی؟ همه میگه حق در سر دیر ششته میگه که من نمیدونم چی کمبودی کردم که خداوند با یک امتحان مبتلا کرد که خدای بزرگ خودش پناهم داد. نباشد چی میشی؟ اما مقصدم تری از زن اومد چه پیشنهادم کرد. با ایران در برش بشینه و گریه را میبردوری. دو کسا. با میگه تو چی در دوری تو چی گریه میکنی؟ گفت من میترسم که اگر در جوی تو میشیدم طاقت کردن نمیتونستم. این را ببین. حضرت میگه در خواب حضرت یوسف علیه السلام هم میبینن. محمد ابی سلیمان ابن یسار خشاب به حال میگه جوان مردی نه خیل میشوند. آنمی کوری تو کوری مقصد رفتار و کرداری پیغمبرای خدا را بخیر بدن. این جوان مردی نیست که دست به زنا و به حرام بزنی بود بعد با کتبی که مردی اصلا زنا کارا روزی خوش ندارن در این دنیا. عیف نساء الناس تعیف نساءکم. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این گپ یگون مخلوق نیست. حضرت میگه عفت زنهای مردم به جا بیاره تو اینکه عفت زنهای شما را به جا بیاره. قاعده همین است. وقتی که زنی مردم مقصد با چشم شهوت دیگه نکردی با زن احترام با چشم شهوت دیگه نمیکنن. دست درازی و تعرض کردی با یقین بدون که با یک نفر ای خانواده تا می کار میکنن. چه بد کردی مشو ایمنزی آفات که واجب شد طبیعت رو مکافات. همین امام غزالی قصه میکنه میگه یک زرگر بدست خیلی زرگر مردم عادتا آدمای پولدار میشوند. بسیار یک زنی صاحب جمال داشت در خاندانش میگه یک سقا بود. سقا شخصایی که آب میکشن میارن و با آب تامین میکنن. زمانهای پیش و در پرواد نبود همین سقاها گپ زنان میکردن با یگون خانواده در گوار بود بینشو مثلا مدتی یک هفته یک ماه با آب تامین میکردن و مبلغ هم میگرفتن. دویمی مقصد کار میکردن. یک روز همون سقا میگه او با او وقت فرو ورده نخواست همی زنی همی زرگر را دید. میگه اومد در پیشش با زانو زد زانوهاش آغش گرفت. گو من همی خیلی ترا دوستی میدارم که اگر جان ما طلب کنی جان ما مزای خد نمیکنم. که او زنک هم بجور زنک پاک دامن دشنام حقارتش کرد زد راندش با گریه و مولا میگه او مرده گریخ برفت. شب وقتی میگه زرگر در اومد زنش شتگی است گفت چیکار کردی راست شد بگو شوهر شد گفت چیکار نکردم بگو تا بد نکن چیگه پیشیدگی همیش سقا 15 سال خدمت خونه ما را کرده است تا حوزی را همی کمبودیوش ندیدم تا حوزی را ندیدم که در یک جو حتی سرش نمی برداشت. این روزی که جرأت کرده مقصد اینم اومد زانوی مرا قشو گرفت راست شب و چیکار کرده اینو تصیح نکرد. و برای حدیث پیغمبر این گپ اون مخلوق نیست که بگیم شاید خطا کرده باشه. عفت زنهای مردم باز نگه داره تا عفت زناتون نگه بدارن. زرگر گفت یک زنی صاحب جمال دکان اومد این چله را میکنه در دستش نمیشه ایش نمیشه و یک چله را خودم گرفتم میگه در انگشتش دوختم دستاش بسیار سفید زیبا بود. همون دستم میگه اندک کم تا فشار دادم که سبحان الله اینقدر دستای زیبا داری. اینم یک کم بودی کردم. او رود سیاه بود. هرچی ای پیشتر نرفت یعنی کوبو بدتر میشی. عیف نساء الناس تعیف نساء. عفت زنهای مردم نگه بداره تا اینکه عفت زنهای شما را نگه بدارن. قاعده همین است.
حالا همین این زنا جوانمردی نیست. مرد کسی را میگن که با وجود اون که شهوت داره خشم میگن میگه اون یکی میگه حضرت مولوی میگه یک آدم میگه در دست شم در بازار گشته است. بلفضول گفت تو رو ای فلان هینچی میجویی به سوی هر دکان. یا آدم دید گوه مرده چی گفتستی تی قدر در دست شب در روز روشن در دکانو؟ گفت میجویم به هر سو آدمی کوبوت حی از حیات این دمی. او ما یک جوان مرد گفتستیم آدمی حقیقی. اون یکی گفتش که هست بازار پر مرد مانند آخر ای دانای حر. ای خونت پریگنده گفت همین بازار در همه مردکان همه مردک شیشتگیان اوکی حجت به شم گرفتن دکان به دکان کفتن نیست. گفت جویم مرد در جاده دراه در وقتی خشم و هم به هنگام شراه. وقتی خشم و وقتی شهوت مرد کو طالب اویم مقصد کو به کو. یعنی من میگم مرده که در دو حالت جستجو دارم. وقتی که در حالت خشم و غضب باشه و در حالت شهوت باشه. در همین دو حالت میگه همون مرد کو من معمتری مرد گفتستم. کو در این دو راه مرد در جهان تا فدای او کنم امروز جان. همتری جوان مرد که جدا به خدا قسم گفت جان ما فداش میکنم. ترک خشم و شهوت مقصد این روحی پیغمبرای کاری هر کس نیست. کاری هر بز نیست خیر من گفتم. همین جوان مردایی را که میبینه که یا عفت دارن یا شرم و حیا دارن وقتی زنی بیگونه را میبینن سرش مخم میکنن گو همین با یقین بدونه که انشاءالله پیش پروردگار و حکم ملائکه را دارن. خداوند پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که انا حبیب الله و شاب نشأ فی عبادت الله ایضا حبیب الله. من حبیب الله هستم. همین جوانی که در عبادت خدا نشأ نما میوه جوانی که به خاطر خدا انمو شهوت میکشه شهوت های میزنه او را حبیب الله های. بله مرد کسی در خواهر اسلامی بعد سلام و بخشش بسیار گفته است که شوهرم بسیار وقت مست میاد به خانه انا با زنها زنا میکنم ایم به همین من زندگی کنم یا نه گفته است. مرا لط و کوب میکند آیا با این گونه شوهر زندگی کردن جایز است؟ التماس جوابش را گردانید. چند سال بود است زندگی میکرد؟ اکنون نگفته است همین قبول است که اصلا شوهرم اراخره زناگره میاد با لط و کوب میکنه آیا با زنهای بیگانه زنا میکنه آیا من به همین زندگی کنم یا نه؟ اصلا همین در نکاح پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کفر تأکید کرده است. تخیر لنطفکم وانکحوا الاکفاء. حضرت میگه برای اما نطفاتو برای تخمتون مقصد که زمین خوب اختیار کنی و وقتی که نکاح میکنه زن بگیره کوشش کنه که هم کفوی خودتون بگیره هم کف بگیره. هیچ وقت مردی فاسق و فاجر با زن صالحه هم کف شده نمیتونه. اینجا عیب بیشتر از هم پدر و مادرها است که اهمیت نمیتن. ای خیلی کار داره و دکان داره و تجارت داره و فلان داره گفته این نگه نمیکنه که اوی همین مستقیم بنده خدا هست نیست و چی کار و بار مشغول عبادت شم میکنه نمیکنه همین طرف مسئله دینیش اهمیت نمیتیم و بعضی بیچاره همتری در عذاب و در مشقت میغلطن. عیب اساسی را من در همین میدونم که شاید در وقت پدر و مادر نگه نکردن که در کی میتن. عیب دوم همیشه در زنه. اول زن و آخر زن و آنگه زن مرد. اگر زن همت داشته باشه اگر همین سعی داشته باشه اگر بخواه که مرد اصلاح کنه با خدا قسم خداوند تمام شرایط امکان براش فراهم بود. خواب نمیکنه مردکه کنه خوابش کندن در کار نیست اصلاحش کردن میتونه. یک زن پیش یک حکیم اومد تو همین شوهرم دردی سرای همین گیزله قرار میکنه گپی خوب نمیزنه این کلی آوگوشی میکنه روز ندارم خطش چیکار کنم همه یک گرمیش نمیکنی گرمیش دهنش بند با این هم نمیگه که خیلی دهن بند گرمی و ایچ رو اسلام نیسته آدمی به حکمت و به عقل است.
میگم میکنم من یکی شرطاش بسیار وزنه. میگه چیکار کنم؟ هر شرطی بفهمی اجرا میکنم. میگه از موی یولی شیرینار یول داره کو یک چند کیلوش در کورای روی دهانی او را بستن گرم میکردن. فقط ای شیر زنده ای که در طبیعت های در ایزوپاک نمیشه. ای طبیعت نم مقصد که او میره اون مرغزارو انا مقصد هم شیرش کر میگیری موی شیر زنده نو بسته بگی بیار ایشون اون طرف تنیمه. این زنک سراغ میکنه میره و همه بیشه یک شیر دوشته است. خطی همون شکرچوی اگر میزنه که چخیل کنم که همه شیر رو مقصد چیم نگم. گفتن همه شکر بسیار بخواه چیم نمیگم. تو کوشش که همه شیر شکمش داریم سیر بوشه. این همه هر روز همه عبازه یک گسپان میکشتای میبورده همون جا میمونده است خودش بروی درخت میبومده شیر میومده است همون را میخورده میرسیده او مختشید است دیگه شیر. همون ساعتی که همی زنک میوید کو دیگه همون انتظار میستاده است که که همی میوید. بعدی چند مدت دیگه همه قدیه نزدیک میشود که میخوره در پیش شیر میسته شیر همون خوراک خورده است هیچ نمیگه. یه روز دست شد روز میکنه سیلش میکنه که قرآن باید با همین یه روز استفاده میبره فرصت قیچی بوده دست قطیش چند مورا میبره و با یک خرسندی و شدی دوام میاد پیش همین حکیم. این حضرت این گفتگی تا اجرا کردم تو را مردک شوه که اجرا کن. این شیری زنده بودم من میگه خواهر همه شوی تو قدی همون شیری نرگی زده دیره بودیم یک شیری و شیره که آدم هم میخره دلش یفتی اخیر هیچی نگفت حتی دو شبریدی گرفتی اووردی نگو هم یک شورت دلش نرای. ایزن خیلی چیزا و بستگی داره ولی می نولن دعوا میکنن الا شوهامو زن گرفت فلان کرد. آخه تو زنی حقیقیش شد یادی زن نمیکنه. زنی حقیقی باش خراکک شب پس نزد خونش داد و فیغان نکه هر وقتی اومد تبسم قطعی قبولش که با تبسم گسیرش که از برای خدا اگر همی تو زنی حقیقی شای هرگز همه شوهری تو ارزوی زنی دیگه نمیکنه. خودشو میلنگن همی پاود میتنه بعد شکایت ارزی داد و فلان بسم الله. یقین است اگر همی زن واقعا اگر همی زن غیره داشته باشه سعی تلاش داشته باشه علاجی نداره که شوهر به او عاشق نشود. همین پود سرس و مشینه через желудок میگن روز همین شکمبخش سر که خوراک دلخوش در وقتش بیار اما چند نجکونش در وقتی هم خوراک خورید آروم باش. همین زنای صحابت یک تعلیم بگیره از برای خدا. تمام زینت چونه در پیش شوشو میکردن همون چلوهای طلایی و گوشتبرهای طلایی و گردنبندهای طلایی را در نزد شوهر استفاده میکردن در توی تماشای بیگناهانه. همش گوشتبر را نمیکنه که یکی خوب میرم نشکنه در اینجا گردنبند نمیکنم کی میبینش تو برای مردم گرفته یا برای شوتا در پیش شوت خطا زینت بته شو که اومد خشبو که خطا خشرو که دیل کش که همه ببیند حواسش کنه. او بیچاره او مردک میوید خونه زنش میاد بوی اوغل کرده است گو توزه کرده است بیچاره و گو جوشیده است. او زنکای بگونه را میبینه همکاروش را میبینه همش عطر و پا زدگی بوی خشبو میگیرن. البته که باید حواسش هر سه میره. از زن بسیار چیزا وابستگی داره. زنی خوب و فرمانبری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. او زنکی خوب باشه صالحه باشه پارسا باشه بخدا قسم همین مردی درویش پادشاه میکنه. همون مردک هم شکرانه نعمتی پروردگار را میکنه بخدا قسم پادشاه ها احتیاج به همین زن بسیار چیزا وابسته. اگر همین زن بدونه که حق و حقوق شوهر در زیباش داره حتی پدر و مادرش نداره. انا لا عقل خیلی که پدر و مادر احترام میکنه شوهر احترام کنه پدر و مادر شوهر احترام کنه ان شاء الله در زندگیش یگون مشکلی نمیشه. خیلی بعضا یگون زندگی به نشه به فراز نمیشه به شکست ریخت نمیشه یک هم بود یک میشه اما حل شونده کویو دویدن گسله تو کادونه به شرطی که زن اگر بخواه قصد داشته باشه ان شاء الله همین مردی درویش پاچو میکنه چی برسه به اینکه یک اوبوشه اصلاح کنه یک الکگولی که اصلاح کنه میتونم به خدا قسم. حضرت ام سلیم صحابه زن ای از بنی نجار است. این زن وقتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگاهی پیدا کرد هنوز در یثرب بود در شهر مدینه منوره ایمان آورد.
حتی شوهرش میگه قهر کرد. مالک ابن انس داره شوهرش قهر، مالک ابن نضر قهر کرد، اومد برفت دیگه هم تا بینام نشان گم شد رفت. میگه یک جوان مردی بود در بین همه مردمی خزرج با نام ابو طلحه، تخلصش ابو طلحه حضرت، بسیار صاحب جمال، با دولت، بسیار حکیم و با سواد و با علم، شخصی محترم بود. نزدش اومد گفت یا امی سلیمان را نمیگیری؟ گفت میگیرم. نکی تو با فکر که اما مهریه را داده نمیتونی. گفت با خدا قسم جان من میتونم بروی تو مهریه را بپای، من این وقتش عاشقی تو را مقصد همین روزی باشی هر مهری بفرمی بفرم، ای دختری کتر مهری زیادتون میتونم. گفت مهریه من کلمه شهادتی تو، این همه کلمه شهادت ابو میگیرم موری دنیا در کارم نیست. و بینه یا شوهری را که در قیسه و در فکر مسلمان شده نبود، امی زن مسلمان کرد. باز چی مسلمانه؟ یکی از نزدیکای حضرت صلی الله علیه و سلم شده میادم که در تاریخ ابو طلحه میگوید تمام مسلمان ها میشناسنش. برای همه ایزان بسیار چیزا رو بسته ای. خداوند بخت اقبال بده ای خواهر رو خیلی که کاری شدگی شید. شاید گمان میکنم که یک سال و دو سال قطعی او زندگی نداره. اگر به شرط که سعی کنه و همون شوهر اصلاح کنه، انشالله جهاد در راه حق کرده است. اون مقصدش که همون زینای کم بگم چی نداره در نکاحمون میگه. مشکل اینجاست که همین زینوکار مردم دو طایفه میشوند. زینوکارایی هستند که زینا را نعوذ بالله حلال میدونن. کسی زینا را حلال و درست بدونه او از دایره اسلام خارج میشود، او از زنش طلاق میشود، یه جای گپ نیست. اما اکثر زینوکارا کسایی هستند که میدونن که زینا حرامه، اما نفس خودشون کنترل کردن نمیتونن، متاسفانه دست به همین کار میزنن. شخصی که ای طایفه باشه او مقصد مسلمانی فاسق. ولی ما نمیتونیم بگیم که ای نظر شریعت که هر کسی مرتکب گناه کبیره شده است او زنش طلاق میشود. اگر چنده امام قرطبی در تفسیرش آورده است، میگه قول علمای متقدم، علمای پیشینه ما صحابه و تابعین همی بود که هر شخصی اویلدار زنا کنه زنش طلاق میشود. اما میگم متأخرا در اینجا همین قول اختیار کردن که مرتکب گناه کبیره را حقی مقصد کافر اعلام کردن نیسته. برای همین اگر حلال و جایز ندونه زنش طلاق نمیشود. خود امام قرطبی میگه که نزد من هم قول علمای پیشینه، علمای سلف میگم محمودتر است. اکنون مشکل در همین ایده متاسفانه این مشکل جامعه شده است. عادتا ما را وقتی سوال میکنن ما میگیم شد است طلاق، برای که مردم ای طلاق میترسن، ای گناه کبیره نمیترسن. و وقتی میگوی طلاق بعد در جنبش میزنن، میترسن. میگه بگوی که طلاق نمیشوه و گناه کبیره میشوه، در قصهش نیسته. در صورتی که خدا پناه بده یک عمر سرت بیزن بگردی سبکتر از این است که مرتکب گناه کبیره شوی. و مردم که عقل فراسد ندارن، حضرت میگه کلم الناس علی قدر عقولهم. از همین خاطر مشکلی ما در همین جنبه است. پروردگار حفظ کنه. زن بسیار چیزا رو بسته. اگر همین زن بدونه که حق و حقوق شوهر در زیباش داره، حتی پدر و مادرش نداره. انا لا عقل چخیلی که پدر و مادر احترام میکنه، شوهر احترام کنه، پدر و مادر شوهر احترام کنه، انشالله در زندگیش یگون مشکلی نمیشه. خیلی بعضا یگون زندگی به نشه به فراز نمیشه و به شکست تاریخ نمیشه. یک کم بود یک میشه اما حل شونده کویو دویدن گسله تو کادونه. به شرطی که زن اگر بخواه قصد داشته باشه، انشالله همین مردی درویش پاچو میکنه، چی برسه به اینکه یک اوبوشه اصلاح کنه، یک الکگولی که اصلاح کنه، میتونم به خدا قسم. حضرت ام سلیم صحابه زن ای از بنی نجار است. این زن وقتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگاهی پیدا کرد، هنوز در یثرب بود، در شهر مدینه منوره ایمان آورد. حتی شوهرش میگه قهر کرد. مالک ابن انس داره شوهرش قهر، مالک ابن نضر قهر کرد، اومد برفت دیگه هم تا بینام نشان گم شد رفت. میگه یک جوان مردی بود در بین همه مردمی خزرج با نام ابو طلحه، تخلصش ابو طلحه حضرت، بسیار صاحب جمال، با دولت، بسیار حکیم و با سواد و با علم، شخصی محترم بود. نزدش اومد گفت
یا امی سلای مرا نمیگیری؟ گفت میگیرم. نکی تو با فکر که همون محریه را داده نمیتونی. گفت به خدا قسم جان نمیتون بروی تو. محریه را هم گپای من این وقتش عاشقی تو را مقصد همین روزی باشی هر مهری بفرمی بفرم. ای دختری کتر مهری زیادتون میتون. گفت محریه من کلمه شهادتی تو. این همه کلمه شهادت هم بگو میگیرم. مولی دنیا در کارم نیست. و بینه یا شوهری را که در قیسه و در فکر مسلمان شده نبود امی زن مسلمان کرد باز چی مسلمانه؟ یکی از نزدیکای حضرت صلی الله علیه و سلم شده میادم که در تاریخ ابو طلحه میگوید تمام مسلمانان میشناسنش. برای همه ایزن بسیار چیزا رو بسته ای. خداوند وقتی اقبال به طریق خواهر رو خیلی که کاری شدگی شید شاید گمان میکنم که یک سال و دو سال قطعی او زندگی نداره. اگر به شرط که سعی کنه و همون شوهر اصلاح کنه انشالله جهاد در راه حق کرده است. اون مقصدش که همون زینای کم یکم چی نداره در نکاحمون میگه. مشکل اینجاست که همین زینوکار مردم در طایفه میشوند. زینوکارایی هستند که زینا را نعوذ بالله حلال میدونند. کسی زینا را حلال و درست بدونه او از دایره اسلام خارج میشود. او از زنش طلاق میشود. یه جوری گپ نیست. اما اکثر زینوکارا کسایی هستند که میدونن که زینا حرامه اما نفس خودشون کنترل کردن نمیتونن متاسفانه دست به همین کار میزنن. شخصی که ای طایفه باشه او مقصد مسلمانی فاسق. برای ما نمیتونیم بگیم که ای نظر شریعت که هر کسی مرتکب گناه کبیره شده است او زنش طلاق میشود. اگر چنده امام قرطبی در تفسیرش آورده است میگه قول علمای متقدم علمای پیشینه ما صحابه و تابعین همی بود که هر شخصی اویلدار زنا کنه زنش طلاق میشود. اما میگم متأخرا در اینجا همین قول اختیار کردن که مرتکب گناه کبیره را حقی مقصد کافر اعلام کردن نیست. برای همین اگر حلال و جایز ندونه زنش طلاق نمیشود. خود امام قرطبی میگه که نزد من هم قول علمای پیشینه علمای سلف میگم محمودتر است. اکنون مشکل در همین ایده متاسفانه این مشکل جامعه شده است. عادتا ما را وقتی سوال میکنن ما میگیم شد است طلاق. برای که مردم ای طلاق میترسن ای گناه کبیره نمیترسن. و وقتی میگوی طلاق بعد در جنبش میزنن میترسن. میگه بگوی که طلاق نمیشوه و گناه کبیره میشوه در قصهش نیست. در صورتی که خدا پناه بده یک عمر سرت بیزن بگردی سبکتر از این است که مرتکب گناه کبیره شوی. مردم که عقل فراست ندارن حضرت میگفت کلم الناس علی قدر عقولهم. از همین خاطر مشکلی ما در همین جنبه است. پروردگار حفظ کنه.